بسم الله الرحمن الرحیم. ای همیشه دغدغه هست کوه من، انگیزه تمام و کمال و وجود من. این گونه در سراسر من کشته می شوی، هر روز در برابر من تکه می شوی، از تکه 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 شدن می شوی پدید، از تکه 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 شدن می شوی پدید، هر دم شهید می شوی ای تا ابد شهید. سلام بر آن آفتاب خداپذیر، سلام بر آن مردان عدالتخواه، سلام بر آن غیرتمندان جاوید و سلام بر تو ای پدر، ای رهبر و ای زیباترین مثال عشق. تو را باید ستود، با نام تو باید عدالت را تعریف کرد و با یاد تو باید مردانگی آموخت و چه زیباست یاد تو ای تکرار ناپذیرترین مرد تاریخ. پدر، قلم برای وصف تو ناتوان است، کوهها از نام تو می‌لرزد و واژه مردانگی در مقابلت به زانو می‌آید. تو فراتر از یک مرد، فراتر از یک رهبر و فراتر از یک پدر بودی. تو ایستادگی کردی تا ما امروز با صدای رسا تو وصل کنیم. تو رسمیدی تا ما در قله‌های پیروزی مدیون تو و همسنگرانت باشیم. ای مزاری، تو جاودانه‌ترین قهرمان افسانه‌های تاریخ و مهربان‌ترین پدر برای وارثان خط آزادیت هستی. امروز مزاری زنده است، او در قلب‌های شما عاشقان جاوید خواهد بود. شما وارثان خلف آن رهبر شهید هر یک خود مزاری هستید. آرمان‌های مزاری در رگ شما عاشقان جریان دارد. پس بیایید آرمان‌های او را حفظ کنیم و برای خردمندی آن تلاش کنیم. آرمان‌های آن رهبر فرزانه چیزی نیست جز وحدت و یکپارچگی شما، ایستادگی شما در مقابل ظلم و بالاخره برابری و برابری همه مردم افغانستان. امروز ما مدیون خون هزاران جوان غیرتمند هستیم که برای بقا و سربلندی من و تو خود را قربانی کرد. امروز اگر ما با صدای رسا عدالت و برادری می‌خواهیم، امروز اگر بجای تفنگ قلم در دست ماست، بدانید که جوهر آن قلم خون آن شهیدی است که در دل خاک همراه با مزاری کبیر خفته است. این فقط 22مین سالگرد رهبر دلهای ما مزاری بزرگ نیست، بلکه این 22مین تجدید پیمان ما برای ادامه دادن خط رهبر ما می باشد. پس بیاییم استوارتر، قاطعانه‌تر و قدرتمندتر از